امروز میخوایم در سیمی خود را از فعل have یعنی داشتن شروع نماییم. این چونی میتواند فعل یاری دهنده شده آید و این چونی میتواند در جمله همچون فعل اساسی اشتراک کند. در زبان تاجیکی همچون داشتن ترجمه می شود و در زمان حاضره دو شکل خود را دارد. برای این چهار جانشینی که ما آن در گذاشته بودیم در شکل have می آید در زمان حاضره و برای جانشین های هیشی در شکل has. این دو شکل تنها در زمان حاضره جای دارند و در زمان گذشته باشد فعل have شکل had را میگیرد و برای همه جانشین ها در یک شکل می آید. برای سوال گذاشتن و انکار کردن جمله یعنی برای انکار کردن have در جمله ما حصه‌چه نات رو استفاده میبریم و جمله خود رو انکار می‌نماییم. یعنی اگر بگویم که من کتاب دارم، برای انکار کردن آن ما حصه‌چه نات رو استفاده میبریم و باید در خاطر داشت که جای حصه‌چه نات همه وقت بعد از فعل‌های یاری دهنده یعنی در این حالت فعل have می آید. من کتاب ندارم و برای شکل سوالی آوردن آن ما از دیگر فعل یاری دهنده یعنی از دو استفاده میبریم و جای حصه‌چه دو فعل یاری دهنده دو در اول جمله می باشد. دو I have a book. ولی بعضی ها میخواهند که جمله خود رو به یاری فعل یاری دهنده دو و سوالی نماید. در این جهت ما have got رو استفاده میبریم. ترجمه و همه چیزی که به فعل have تعلق دارد به have got نیز تعلق دارد، ولی در وقتی انکار و سوالی کردن ما از فعل یاری دهنده دو استفاده نبوده تنها have got میگوییم و برای سوالی کردن have I got a book and I have not got a book. ولی بیشتر have got با لهجه انگلیسی تعلق دارد و تنها have خالی با لهجه آمریکایی. تشکر به دقتتان.